وقت شما بخیر به درمان خوش آمدید. از این برنامه خواهید شنید غذاهای متوازن و سالم برای مادران شیرده. در یک وقت غذا باید از 4 گروه غذا استفاده شود. چرا گفتگوی خصوصی با دکتر و حفظ رازهای بیمار اهمیت دارد؟ اصلی امو شکایت خدا که است بر ما کس نمیگه او امکانات میشه که امو پٹ ببانه او که پٹ پایید ای برزو زیانمند تمام میشه. و درامه رادیویی چراغ با داستان آموزشی. انشالله که کتاب رفیق تو هم رفیق کتاب ها میشی. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. من زلیخا ظهیر هستم و امروز این برنامه را از ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار برای شما تقدیم می کنم. ما به مرکز صحی اسپینجومات این ولسوالی آمده ایم که در حدود 1 ساعت با موتر از شهر جلال آباد فاصله داره. در این کلینیک با مسئولان هم که صحبت کردیم میگن که برای مادران پیش از ولادت و پس از ولادت خدمات صحی ارائه میشه. همچنان کودکان زیر 5 سال هم نیز میتونن که از خدمات درمانی در این کلینیک بهره مند شوند و بیماری های موسمی مثل اسهال و سینه و بغلشان در اینجا تداوی شود. همچنان این کلینیک به کمک مؤسسه اویک یا مرکز تعلیمی زنان افغان برای زنان در مورد حفظ الصحه و همچنان دسترسی به آب آشامیدنی، چگونگی پاک نگهداری آب و همچنان تصفیه کردن آب آگاهی در اینجا برشان داده میشه. کارمندان کلینیک میگن که روزانه حدود 100 تن برای درمان به این کلینیک مراجعه میکنن که تقریبا 60% از مراجعه کنندگانشان زنان هستند و در حدود 40% باقی مانده کودکان هستند. فعالیت این کلینیک هم از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 3:30 بعد از ظهر ادامه می داشته باشه و همه امکاناتی که برای مراجعه کنندگان ارائه میشه رایگان است. امروز هم ما می خواهیم که اول با مادرانی که طفل شیرخوار دارن و به این کلینیک آمدن صحبت کنیم که تا چی اندازه به تغذیه خودشان توجه میکنن، چون که تغذیه در دوران شیردهی هم برای سلامت خودشان و هم برای سلامت طفلشان بسیار مهم است. همون قسمی که در برنامه‌های گذشته کارشناسان مهمان ما تاکید کرده بودند که در دوران بارداری و پس از تولد طفل تا زمانی که به او شیر داده میشه باید به تغذیه مادر هم توجه ویژه‌ای شود. البته که منظور از این توجه غذاهای گران قیمت یا صرفاً پرخوری کردن نیست، بلکه غذاهایی را شامل میشه که مواد مورد نیاز بدن مادر و طفل را بتونه که فراهم بکنه. در اینجا یکی از مادرانی که طفل شیرخوار داره همراهشان صحبت میکنیم تا ببینیم که تا چی اندازه به تغذیه خود و طفلش توجه میکنه. سلام خور جان، نامتون؟ علیکم سلام، ستړي مشه. نوم بخمینه ده. چه چیزایی را وقت خودت شیر میتی برای طفل در این مدت زمان میخوری؟ من از غذای خانگی هر چیز میخورم چون میفهمم از طریق شیرم به طفل میرسه. خب لوبیا و بوبات نمیخورم چون بچگه کم زیاد گریه میکنه، دل درد میشه. دیگه ای است که غذای مرچدار و تند تیز هم نمیخورم به خاطری که طفلکم امرای حبوبات و غذاهای تند تیز اساسیت میکنه. به طرف روبروی من مادر دیگه را هم من میبینم که طفل خودش را در آغوش داره و همین حالا هم مصروف شیر دادن او است. مزاحمش میشیم ولی چند سوال ازش پرسان میکنیم. خواهر جان، نام شما چی است؟ نوم تجربی ده. تجربی، به خاطر چی اومدی به کلینیک؟ طفلکم آوردیم پیش دکتر، مریض است. دکتر برام گفت طفلت شیر کافی ندادی، مبتلا به سوء تغذیه شده. خوار جان، وزن من زیاد است. در خانه کلگی به من میگه مثل زنای سن کلان واری معلوم میشی. از خاطر که هیچ چیز نمیخورم، هیچ شیر ندارم. زه خواږه نخورم. بله، شنیدیم که مادران شیرده در اینجا از روش‌های مختلف برای تغذیه خودشان استفاده می‌کنند که خوشبختانه هنگام گفتگوی ما با همین مادران دکتر عبادالله میاخیل متخصص تغذیه هم که ما را در این کلینیک همراهی می‌کنند به همین صحبت‌های ما گوش میداد. حال ما یک جای آرام را پیدا می‌کنیم و همراهشان درباره اهمیت تغذیه و انواع غذاهای مناسب برای مادران شیرده صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشین. خسته نباشین. بسیار سپاسگزاریم که به این مصاحبه وقت اختصاص دادین. بسیار زیاد تشکر شما آمدین دیگه.
بخیر باشین. بسیار شنیده میشه دکتر صاحب که میگن مادری که به طفل شیر میده باید غذای متوازن و سالم بخوره. شما لطفاً بر ما بگوین که منظور از این توصیه چی است؟ غذای سالم و متوازنی است که در یک وقت غذا باید از 4 گروه غذا استفاده شود. وقتی که یک مادر از 4 گروه غذایی استفاده بکنه ضرورت غذایی وجودش پوره میشه. وقتی که ما متوازن غذا میگم این باید به مقدار مناسب باشه، با وزنش صحیح باشه و نظافتش جور باشه و مقدارش هم برابر باید باشه. و شما چگونه همین متوازن بودن غذا را به زنایی که در قریه در قشلاق هستند و سواد بسیار بالایی هم ندارن یا کوچی ها یا سایر کسایی که برای شما در کلینیک مراجعه میکنن همین موضوع را میفهمانین و اونا را آگاه میسازین که به شکل درست و با هزینه کم همین غذای متوازن را به دست بیارن؟ کوچی ها و جامعه ما فکر میکنه که ما غریب هستیم چیز نداریم، ولی تر قسم نیست. استعمال غذا قدر است که ما برش میگم شما گندم داری، لوبیا، نخود، لبنیات، شیر و ماست، پنیر، تخم و گوشت، هر چیز داری، ولی استفاده باید خوب بکنی. چطور استفاده بکنه؟ از گندم یک انتخاب کو، دیگهش لوبیا انتخاب کو و دیگهش یک ماست انتخاب کو. این چیز شد غذای متوازن شد. از این باید استفاده بکنه. ما رای مختلف داریم که چگونه بفهمه که از طریق کلینیک و از طریق میډیا ای باید بفهمه که غذاهایی که دسترس شما است در جامعه او باید بفهمه که چطور استعمال میشه. در بین همین غذاهایی که شما نام گرفتین به خاطر کیفیت شیر مادر و رشد طفل کدام مواد غذایی بیشترین کمک را میکنه؟ اما غلجات است، خوب است، حبوبات است. حبوباتش چی است؟ لوبیا، نخود، دال و گوشت. بعضی نظریات موجود است اگر یک مادرش از مغزیات زیاد استفاده بکنه در وقتی که شیردهی، مثلا پیستا، بادام، چهارمغز استفاده بکنه، از ترکاری باب استفاده بکنه، کیفیت شیر مادر خوب میشه. در مرحله که مادر دکتر صاحب شیر میته کدام ویتامین ها و مواد معدنی اهمیت بسیار ویژه‌ای داره؟ اگر نام گرفته بر ما بگویید. مثلا آهن گوشت پیدا میشه، در پالک پیدا میشه، اما ترکاری که رنگش سیاه باشه پیدا میشه. مثلا کلسیم ضرورت داره، کلسیم از لبنیات پوره میکنه. دیگهش ایودین است، ایودین که در وقت در جایی که غذای بحری و ایودین نمکم دارم از باید استفاده بکنه. غذای بحری منظورتان ماهی است که در دریاها؟ ماهی بعضی جایی است که در خاکش ایودین نیست، مثلا ترکاری میشه و میوه‌جات میشه، در او میوه‌جات ترکاری ایودین کم است. باید مادر شیردهی باید استفاده بکنه از طریق کپسول و از طریق نمک. و این کپسول هایی که ایودین دارن در کلینیک ها بر مادران داده میشه؟ بله، در کلینیک هایی که در ساحه است، در کلینیک های دولتی با شکل کپسول و تابلت است. در کنار غذاها آیا نوشیدنی های هم وجود داره که مادران شیرده باید مصرف از او را پرهیز بکنن یا محدود بکنن؟ بله نوشابه است که گازدار نوشابه است، از استفاده نکنه و از الکل استفاده نکنه، سیگرت استفاده نکنه و چیز کافین باید زیاد استفاده نکنه، از چای سبز هم باید کم کنه. به خاطر که چای سبز کافئین داره؟ کافئین داره و شیر مادر مستقیما تاثیر داره، استفاده نکنه به خاطر اینکه وقتی که مادرش از استفاده میکنه مستقیما سر تاثیر طفلش. پس مادر مایعات مورد نیاز خود را از کجا تامین بکنه؟ از چای استفاده میکنه و جوس استفاده میکنه روزانه. وقتی که یک مادر او میخوره رو استفاده میکنه، دیگه از ترکاری باب موجات استفاده میکنه. خب یک مادر شیرده در طول روز به چه مقدار آب و مایعات نیاز داره که او را باید مصرف بکنه و به دست بیاره؟ تقریبا از 2 لیتر تا الی 3 لیتر استفاده باید بکنه. تقریبا گلاسای چای
8 تا 12. به خاطر از اینکه وقتی که استفاده نکنه مختلف مشکلات به مادرش پیدا میشه. وقتی که یک مادر به طفل شیر میته، به خاطر از اینکه شیر تولید شوه 800 تقریبا 800 سی سی و یا 4 گلاس چای، این باید به خاطر از استفاده بکنه که شیر تولید نکنه. دکتر صاحب، من در همین کلینیک با یکی از مادرها گپ زدم که به خاطر ترس از افزایش وزن خود از خوردن بعضی از غذاها پرهیز میکرد. چی توصیه برش دارین وزنش زیاد نشه؟ و از این مادر سایر مادرای کمیال برنامه ما را میشنون و ترس دارن به خاطر از اینکه اگر در دوران شیردهی غذای متوازن بیشتر بخورن وزنشان زیاد نشه. این خب باید خوراک بکنه، از این خوراک باید زیاد استفاده نکنه که وزنش زیاد میکنه. مثلا کربوهیدرات کچالو زیاد استفاده نکنه، از برنج زیاد استفاده نکنه. باید وزش پس چی کار بکنه؟ باید وزش چی است؟ ترکاری باپ و میوه‌جات زیاد است. از گوشت استفاده بکنه، مشکل نیست. گوشت وزنش اضافه نمیکنه. تعادل در نظر بگیره، مشکل نیست. این تعادل را چه قسم برقرار بکنه؟ مثلا آیا دفعات غذایی خودش را مد نظر بگیره، از ظرف‌های کوچک استفاده بکنه یا چطور؟ دفعات غذایی خو یک مادر که شیر میته 3 وقت خوراک میکنه، 2 وقت ناشته باید بکنه. این خو باید بکنه، یعنی 5 وقت خوراک باید بکنه. خود تعادل نظر بگیره. به خاطر از اینکه نان میخوره ضرورت نیست که کچالو بخوره، ضرورت نیست که برنج بخوره. به جای برنج و کچالو باید ترکاری استفاده بکنه، لبنیات استفاده بکنه. این تعادل در نظر میگیره، ان شاء الله مشکل پیدا نمیشه. تشکر دکتر صاحب. در میان مردم در این منطقه و در بین کوچی‌ها چه باورها یا عقایدی درباره تغذیه مادران وجود داره که ممکن است به مادر و طفل شیرخورش آسیب برسانه و بهتر است که از او کارها پرهیز بکنند؟ یکیش همون است که وقتی که طفل تولد میکنه و خانواده‌اش میگه که شما باید از روغن گاو و از مرغ باید دیگه چیز استفاده نکنی. این باورای غلط است بیخی. این باید چیزی که دسترسش از این باید استفاده بکنه. و دیگهش باوری که غلط است همون است که بعد از تولد میگه که شیر اول باید با طفل نده که زردی پیدا میکنه. او خبر نیست که این ضد زردی است، این باید زیاد بخوره. یعنی امو فله اول مادر فله اول این باید داده شو وقتی که ویتامین ام زیاد داره و دیگهش موادش است که از زردی جلوگیری میکنه. زردیش کم میشه یا بیخی گم میشه. یک باور دیگه ما است که این مادر میگه که ما خودم کمزور هستم، غذایش ما صحیح نیست، ما شیر کم میتم. این باوری غلط است. او باید غذا بخوره، خوب بخوره، متوازن غذا بخوره. بعد از این شیرم خوب جور میشه و مشکل به مادران هم پیدا نمیشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر از شما. گفتگویی بود با عبادالله میاخیل، متخصص تغذیه. شنیدین که گفت مادران در دوران شیردهی نیاز به غذاهای متنوع و متوازن دارند و این نوعی از غذاها را میتونن از غذاهای محلی که در دسترسشان است تهیه بکنند. غذاهای مثل حبوبات، مثل لبنیات شامل ماست، پنیر و همچنان لوبیا، نخود، برنج و سایر مواد غذایی. همچنان تاکید کرد که مادران از استفاده خودسرانه دوا هم خودداری کنند. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را از ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار شنونده هستین. ولسوالی که در حدود 30 کیلومتری شهر جلال آباد و در مسیر خط دیورند قرار داره. ما همین اکنون در مرکز صحی اسپینجومات حضور داریم، جایی که در اول برنامه هم گفتیم که بر مادران پیش و پس از ولادت خدمات صحی ارائه میکنه. یکی از موضوعات مهمی که هنگام بیماری اهمیت پیدا میکنه و به تصمیم بیمار بر مراجعه یا عدم مراجعه به نزد دکتر تاثیر میگذارد این است که آیا امکان گفتگوی خصوصی و دو به دو با دکتر وجود داره یا خیر؟ آیا رازهای او محفوظ میمانه یا نه و آیا این شرایط تا پایان روند درمان رعایت خواهد شد یا نه؟ چرا گفتگوی خصوصی با دکتر و حفظ رازهای بیمار اهمیت دارد؟ سازمان جهانی صحت یا WHO حفظ محرمیت اطلاعات بیمار هنگام مراجعه به دکتر را یک حق اساسی بشری می‌داند. با باور این سازمان اگر بیمار بتواند بدون حضور فرد دیگری به صورت خصوصی با دکتر صحبت کند، میان آنها اعتماد و رابطه قوی شکل میگیرد، زمینه صحبت‌های روشن فراهم می شود، بیمار می تواند بدون احساس شرم یا ترس از تبعیض
درباره مشکلات خود صادقانه صحبت کند و در نتیجه روند درمان نیز مؤثرتر و موفقتر خواهد بود. اما در افغانستان بسیاری از زنان، به ویژه دختران جوان و زنان جوان، اجازه ندارند بدون حضور فرد دیگری درد و مشکل خود را با دکتر در میان بگذارند. معمولا زنان بزرگتر خانواده یا سایر اعضای خانواده همراه آنان میرن و به گفتگوهای آنان گوش میدهند. در این کلینیک هم بسیاری از زنان با همراهان یا به اصطلاح رایج پایوازان آمدند. یک خانم روبروی من نشسته و با یک زن دیگه که در کنارش است در حال صحبت کردن است. همراهش چند دقیقه گپ میزنم. خواهر جان، نام شما چی است؟ نام ما گلنام است و خانم را که میبینین همراه ما است خانم ایوارم است. ما چندین بار پیشتر از این در کلینیک آمدم تا به خاطر وقفه ولادت لوب بگیرم، اما نتونستم به خاطر از اینکه زن ایوارم همیشه همراه ما است و نمیخوایم که پشت ما گپ جور بکنه. از همون خاطر تا حال من موفق نشدم که لوب بگیرم. همون قسم که گفتم بسیاری از زنانی که امروز به این کلینیک آمدن همراهشان پایوازانی آمد. همراه یکی از همین پایوازا من گپ میزنم و در مورد آمدنش پرسان میکنم. مادر جان، به خاطر چی آمدی خودت؟ ما به خاطر کلینیک آمدیم، عروس ما آوردیم پیش دکتر تا ببینی شک مشکلش چیه. چرا خودش تنها روان نکردی؟ به خاطر که جوان است، خودش مریضی خدا گفته نمیتونه، به او خاطر ما همراهش آمدیم. خودش گپ زده نمیتونه؟ زبان داره ولی ما رواج نداریم که زن جوان تنها جای روان کنه و هم با پیش دکتر. از میان کارکنان صحی این کلینیک که 3 تن آنان زنان هستند، یک تنشان مشخص مسئولیت دارد تا بر زنانی که اینجا میآیند در مورد موضوعات مختلف صحی توضیحاتی را بده که ما همیال اندک مزاحمشان میشم و همین پرسش ها را در مورد همراهان یا همین پایوازان مریضان ازش پرسان میکنم. سلام، نام شما چی است و میشه کمی در مورد کارتان برام توضیح بدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام عاطفه عثمانی. سلام، ما عاطفه عثمانی هستم و اینجا به زنان در مورد چگونگی تغذیه خودشان و اطفالشان و اینکه چگونه متوجه افزایش صحی خود و اطفال خود باشه آگاهی میتونم. من اینجا دیدم که امرای مریضا پایوازای هم آمده بودن. آیا همه امی پایوازایی که در اینجا میان وقتی که مریض پیش دکتر میره این پایوازایشان هم امرایشان میره؟ بله، چون تمامشان امرای اعضای فامیل خود میاین و اعضای فامیلشان میخوان که امرایشان داخل برن. آیا شما از بیمار حمایت نمیکنین به خاطر از اینکه بتونه خودش به تنهایی امرای دکتر گپ بزنه؟ دا خبر ورسره من تلاش خودم میکنیم ولی بعضی هاشون گپ قبول نمیکنن و میخوان برن هدایت دکتر از نزدیک بشنون. بسیار تشکر. و اکنون با دکتر شفیق گل فقیدی که همین اکنون اینجا حضور دارند موضوع محرمانه بودن اطلاعات بیمار را به بررسی میگیریم. در یکی از اتاقهای معاینه همین کلینیک که فضای آرامتر داشته باشه این گفتگو را خواهیم داشت. دکتر صاحب، تشکر از همکاریتان و وقتی که برای ما گذاشتین. خواهش میکنم که شما آمدید ما را موقع دادین که تا ما شما صحبت کنیم. خب، سازمان جهانی صحت توصیه میکند دکتر صاحب که بیماران بدون حضور دیگران معاینه شوند تا بتانن هم با اطمینان صحبت بکنن و هم اطلاعاتشان محرمانه باقی بمانه. شما تا چی اندازه میتونین همین اصل را در همین کلینیکتان رعایت کنین؟ عملا که در کلینیک این امکانات که وجود دارد که ما مریض میجا میشانیم آویرا ما دلاسایی میشه آویرا که مطمئن میشه که کدام شده که شما که ما میدن انشالله مکمل محفوظ می باشه که شریک نمیشه او شقه که در مشکلات داری امر ما شریک و ایرا ما که خود محفوظ میمانیم او که دیگه شریک نمیکنیمش او کس اطمینان حاصل میکنه چه مشکل باشه که ما شریک میکنیش. اگه غیر لوازی اگه کدامی تو زن آمد یا مثال کسی آمد کمک واری تو ما فهمیدیم کلایی که ما صحیح صحبت نمیکنه یا مشکلات خود پرت میکنه لگه ما رو گفته میتونیم که ما زنانه پرسنل هم هست اونجا برین چیزی مشکلاتی که برای ما نمیتونین گفته همراه دو شریک کنین او که باز که ما شریک میکنین ان شاء الله مشکلات شما حل میشه. خب، شما نظر به این که هر روز بیماران زیادی را در حدود 100 نفر میبینین، حضور یک پایواز در کنار یک زن بیمار چه تأثیر میتونه بر آزادی گفتار از او داشته باشه؟ ای که شما بیماریش را بتانین تشخیص بدین و حتی خود از او مسائل شخصی خود را با شما در میان بگذاره. آیا این قسم نمونه وجود داره که شما بتانین همراه ما شریک بسازین؟
بله چرا نه؟ ای تو وقت میاد که یک زنانه مشکل داشته می باشه، خب مگرم اگر او کتیزی یک نفر دیگه در کنارش ساده باشه دیگه او اصلی امو شکایت خود که است بر ما که است نمیگه. یکی مهم معلوماتش که است او را بر ما که است که ما شریک نمیکنه. چرا محسوس میکنی تنی بر ما مشکل پیدا نشه و بر زندگی ما چیز دیگه تو حالات پیدا نشه و ای که پادش عام است او امکانات میشه که مو پټ ببانه او که پټ پاید ای برزو زیانمند تمام میشه. مشخص کدام مریضی ها یا مشکلاتی هستند که بیماران معمولا در حضور پایوازان خودشان به راحتی بر شما نمیگن؟ ای تو مریضی زیاد است که یک چندش براتون میگم، بس یک چند دانشه. یکی اول که دی روانی مشکلات که بسیار زیاد رول داره. اگر یک مریض بیاد مثال بگه که تو مشکل دارم دیگه امکان داره که یکی سرزی گمان کنه که مثلا بعضی وقت میفهمین که مردم میگه جندا داره چطور داره چی داره. زنانه مریضیه که همه میاد بر ما مشخص کردن نمیتونینش که کدام زنانی امراض داشته باشه غیر از کدام ساری امراض باشه. اینم همراه معنا میکنه مثلا ساری امراض چی؟ مرض سل که میگیش یا تی بی میگیش. این تی بی را که دی معاشره که بسیار بد میبینین که اگه مثلا زنانه خبر شد که تی بی داره یا مرض سل داره دیگه مردم که از این بسیار کناره کشی میکنه. زنانه مرض تناسلی باشه جنسی باشه دیدم مثال که ما تو صحیح شریک نمیکنه. سپاس بیکران دکتر صاحب. خانه تا با جور باشین. شما صحبت‌های دکتر شفیق گل فقیری متخصص در کلینیک اسپینجومات را شنیدین که می گفت نگرانی و بدگمانی اعضای خانواده بیماران زن باعث میشه که بسیاری از زنان نتونن که مشکلات صحیشان را واضح به دکتر بگویند، امری که روند تداوی را سخت‌تر و زمانگیرتر میسازه. او تاکید کرد که اطلاعات بیماران نزد دکتران حفظ میمانه و اعتماد به کارکنان صحی خانواده و به ویژه زنان را از مشکلات جدی صحی نجات میدهد. و اکنون به بخشی از برنامه می رسیم که هنرمندان همکار ما گوشه دیگری از زندگی را در قالب هنر بر شما ارائه می کنند. درامه رادیویی چراغ. اوهو مامان مامد، ماما کمال مانده نباشی. صاحب علم و کمال و آدم کلان شوی خوارزاده گل مسعد جان. تو باش که میوه را اینجا بانم. تشکر ماما. اون روز که میوه آورده بودی از وام مانده بود، کمش به یک مریض دیگم دادم. بسیار کار خوب کردی جان ماماش. راستی از میوه کده یک کتاب شیرین کده چند تا پنسل و رنگه و کتابچه هم برات آوردیم. اینه سیل کن. اوه چقدر خوبش است. راستی ماما دینش که کتاب ده خواه دیدم. چقدر خوب. ایرو برم بگو که چه رقم خواه بود. دیدم که گوده بران آزاد شده. خوب گلی که بچه ها پشتش میره بیدن ما هم دویدم. باز رسیدی یا نه؟ ها زیاد که در پیش شدم مادرم آقایم سرم صدا میکدن. خوب باز گرفته تا نیستیش یا نه؟ ها گرفتمش. مگم دیدم که از گوده پران یک کتاب جور میشه و من خوانده میتونمش. بسیار خوب دیدی. انشالله که کتاب رفیق تو هم رفیق کتاب ها میشی. اونم مادرم محمد. وی چشمایم روشن. هم کمال بیادرم آمده و هم مسعد جور تیار معلوم میشه. چقدر خوب. بیبی جان خوارمانده نباشی. زنده باشی کمال بیادر. شکر که هستی. خدا کمت نکنه. اسد بچیم بسیار یک قطق مزدار برات آوردیم. مامای تام کتت بخوره. شریف مادر کل ما میخوریم. مامای میوه ما آورده. به ماما نشی بچیم. آمین. مگم از میوام کده با کتاب و کتابچه و پنسلای رنگه بسیار خوشحال شدیم. میفهمم بچیم که به کتابا بسیار شوق داری. امروز آقای تام از خاطر تو بسیار جگرخون بود. آقایم چرا جگرخون بود؟ میگفت که از خاطر کتاب و سبق من سرش زیاد قار میشدم. از خاطر خودم به یال افتاد. نه دیگه نظر محمد پریشان نباشه. انشالله اسد زود جور میشه. مادر اگر من جور شوم تو آقای مرا به سبق خواندن میمونی؟
بیبی اسد بچیم تو حال گپ سبق قبوان میگه همون ساعت تو همون مسلات تو کمال مامایت بیشینیم که نان یخ میشه الا زود شوین. نظر محمد خان خدا یکی سو گر شیرین از خاطر بایست بسیار جگر خون شدم. گپ ازی که حال چطور است؟ فضل خدا زاید خان حال خوب است شکر. دکتر پایش پلستر کرد گفت انشالله زود جور میشه. خدا جورش کنه. خدا یکی سو گر شیرین از یک آتا پرسارکش میکنم. میفهمم خدا کتت خوبی کنه. تو خود دوستی خوب اندیوالم هستی. خدا از غم نگاهت کنه. خدا یکی سو گر شیرین اسد بسیار دوست دارم. سلام وره برش بگو ها. راستی نگفتی چیز سودا مودا خو کارت نیست؟ یارا 1-2 کیلو بوره کار داشت که یکان وقت برای اسد فرنی پخته کنه. من میگم بچشم صدقه سرت ها. اینه قوطی های هارد فرنی هم برات آوردی بسیار خوبش است. یک چند قوطی از وام میتمت. نه او را از بازار آورده. همین بوره را که برم بتی دعایت میکنم. گفت دواره زدی. خدا یکی سو گر شیرین تو معلوم میشه که قرض میبری همت نیست. یار اگر راستش پرسان کنی از خاطر بچیم جگر خون هستم. از دست پریشانی زیاد واسکتم در خانه یادم رفتم. اگر نه پیسی تا نخت تو چخت میدادم. خیر باشه خدا یکی سو گر شیرین هیچ گپ نیست. اینیام بوره اما من میگم خانه تا اوه چشمایم روشن. خدا یکی سو گر شیرین این خو حمید خان دیوالم آمد. خب یک سبقات آماده برش. حمید خان ماده نباشی. زنده باشی زاهد. خوب هستی انشالله. اینه بیا تو بیا دوی گوشک یک چای سبز هیلدار و میخکدار برات مانده. اینه سر از این تخت پرچایی بیشی با پیاله چای دستک راستت میگی ها. پیاله را خوب به دست راست میگیرم. حال دستم یک کمی جور شده. راستی گپی سوغات زدی چی را ماندی بریم؟ توی بسکیتکم میگی که تو چای بخور خدا یکی چه گر شیرین. خوب یک دستمال آلا برات آوردیم. چی دستمال؟ برای چی؟ از این خاطر که در قریه حشر است ها که تازی دستمال کمره که تا خوب بسته میکنی و خوب اخلاص کار میکنی. دیگه ای که خدا یکی سو گر شیرین بین ما و تو یک شکر رنجیک و خفگی پیدا شده بود. گردهای حضیرم که تعمی دستمال از دلکت پاک صاف کن. دیگه بگو خوب چالان هستی ها. طلبایت خنده آمد مثل که گپای مزید داد چطور؟ نه در پیشانیت چی نبیار. شنیدی آنه که چی میگم؟ این بود داشته های این هفته برنامه درمان. در این برنامه دیدگاه ها و توصیه های 2 کارشناس را درباره تغذیه مادران شیرده و اهمیت محرمانه ماندن اطلاعات بیماران وقت مراجعه به دکتر شنیدین. خانم های گرامی، اگر تجربه شیردهی داشتین یا اکنون طفل شیرخوار دارین و یا اگر در وقت بیماری فرصت گفتگوی آزاد و خصوصی با دکتر براتان فراهم نشده، دیدگاه ها، نگرانی ها و پرسش های خود را با ما شریک بسازین. وعده نمی دهیم که همه پیام ها را مطرح کنیم، اما پرسش ها و موضوعات مهم را حتما با دکتران مهمان خود در میان خواهیم گذاشت. برای گذاشتن پیام با شماره 0704606060 تماس بگیرید و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان نظریات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را شریک بسازند میتونن که به شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان شکایات و نظریات را در مورد خدمات سازمان ملل متحد به از نهادهای مربوطه میرساند. اما یاد داشته باشین که آواز افغانستان با BBC هیچ گونه ارتباطی نداره. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.